أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحینش میگوید: باب الحث على حضور الجماعة في الصبح والعشاء، یعنی که باب در مسئله تشویق کردن برای اشتراک کردن در نماز جماعت، مخصوصا در نماز بامداد و در نماز خفتن. ما و شما بابی پیشینه گرفتیم که فضیلت نماز جماعت اون عام بود، فرق ندارد نماز بامداد است، پیشین است، عصر است، شام است، خفتن است، چی فضائل و چی بزرگی هایی که داشت فضیلتاش درسای گذشته بیان کردیم. اکنون امروز فضیلت و یا تشویق کردن برای اشتراک کردن فقط در نماز بامداد و عشا، نماز بامداد و خفتن چی فضیلت دارد. امام نووی رحمه الله در زیر این باب 3 حدیث برامون میارد. حدیث اول این باب حدیث 1070 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید: عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال، از عثمان بن عفان رضی الله عنه روایت است که گفت: قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، میگوید که شنیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم میگوید: من صلى العشاء فی جماعت، یعنی هر شخصی که بخواند نماز خفتن را با جماعت، هر انسانی که نماز خفتن را با جماعت یک جا بخواند، فکأنما قام نصف اللیل، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس گویا این که به مثل این که قام نصف اللیل، یعنی که زنده داری کرده است نیم شب را. یعنی کسی که نماز خفتن را با جماعت میخواند گویا نصف شب را شب زنده داری کرده است، نصف شب را با عبادت گذرانیده است. و من صلى الصبح فی جماعت، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید هر کسی که بخواند نماز بامداد را با جماعت، فکأنما صلى اللیل كله، پیغمبر میگوید پس به مثل این که اون انسان صلى اللیل كله، یعنی که با عبادت گذراندگی است همه شب را. صلا یعنی که گویا که نماز خواندگی است، لیل كله یعنی همه شب را. انسانی که نماز بامداد را با جماعت میخواند گویا این که شب را تا روز زنده داری کرده است و شب را تا روز نماز خوانده است، عبادت کرده است. رواه مسلم، این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده است. پس این حدیث 1070 کتاب ریاض الصالحین مخصوص تشویق برای نماز خفتن و نماز بامداد است. و فی روایت الترمذی عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال، یعنی در روایت دیگره که ترمذی رحمه الله روایت میکند از عثمان بن عفان رضی الله عنه هست همچنین که عثمان رضی الله عنه گفته است: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته است: من شهد العشاء فی جماعت، یعنی که هر کسی که حضور بکند در نماز خفتن با جماعت، یعنی هر کسی که نماز خفتن را با جماعت بخواند، کان له قیام نصف لیلت، یعنی که میرسد برای اون انسان قیام نصف شب، یعنی که نیم شب را گویا زنده داری کرده است، ثواب میگیرد هر کسی که نماز خفتن را با جماعت بخواند. و من صلى العشاء والفجر فی جماعت، حضرت عثمان میگه پیغمبر رضی الله عنه گفت که هر کسی که نماز خفتن و بامداد را در جماعت بخواند، کان له کقیام لیلت، پس میرسد به این انسان نماز یک شب
یک شبی پره، یعنی گویا که این انسان یک شب تا روز قیام لیل داشته است، گویا که شب تا روز عبادت کرده است، همین قدر به همین اندازه ثواب می گرفته است. هر انسانی که نماز خفتن را و نماز بامداد را با جماعت ادا بکند. قال ترمذی، امام ترمذی درباره این حدیث گفتگی است که حدیث حسن صحیح، یعنی که این حدیث حسن و صحیح می باشد. بعد از این حدیث 1071 کتاب ریاض الصالحین: و عن ابی هریره رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که هر آن رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند: ولو یعلمون ما فی العتمه والصبح لاتوهما ولو حبوا. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید ولو یعلمون، و اگر میدانستند، ما فی العتمه، چی اجر و پاداش و ثواب در نماز عتمه هست، نماز خفتن، در نماز خفتن چی اجر و پاداش است، و صبحی، و در نماز بامداد را با جماعت خواندن چی اجر و پاداش دارد، لاتوهما ولو حبوا. پیغمبر میگوید حتما می آمدن به این دو نماز ولو حبوا، و اگر هرچند که با زمین شکیده هم باشد یا کنلخ شک کرده هم باشد، به زمین می آیند برای این دو نماز. یعنی که اگر می دونستند که این دو نماز چی اجر و پاداش و ثواب دارد. این حدیث متفق علیه است و قد سبق بطوله. این حدیث مفصل گذشتگی است که پیشتر ما و شما این حدیث رو گرفته بودیم. این بود حدیث 1071. بعد از این حدیث 1072: و عنه قال، یعنی که از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که گفت: قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه گفت رسول الله صلی الله علیه و سلم: لیس صلاة اثقل علی المنافقین من صلاة الفجر والعشاء. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید نیست نماز وزمینتر و دشوارتر برای منافقها از نماز بامداد و خفتن دیده. یعنی قینترین و وزمینترین نماز در نزد منافقها این نماز بامداد است و نماز خفتن می باشد، نماز عشاء می باشد. ولو یعلمون ما فیهما، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید و اگر میدانستند منافقها که چی اجر و پاداش در این دو نماز هست، لاتوهما ولو حبوا، حتما اینها منافقها می آمدند به مسجد برای جماعت، ولو حبوا، و اگر هرچند که با کنلخشک و با زمین شکیده هم باشد به جماعت می آمدند و با جماعت می خواندند. این حدیث متفق علیه است. با همین بابی تشویق کردن برای اشتراک کردن در نماز، برای اشتراک کردن با جماعت خواندن نماز صبح و خفتن به آخر رسید. بعد از این میگذاریم در باب نو: باب الامر بالمحافظه على الصلوات المكتوبات والنهي الاكيد والوعید الشدید فی ترکهن. میگه که این باب در مسئله امر کردن به پایبند بودن به نمازهای فرضی است که انسان نمازهای فرضی را باید پایبند باشد. یعنی همیشه نمازهای فرضی را، نمازهای پنجگانه را همیشه باید بخواند. و نهی الاکیدی، و نهی که بسیار با تأکید آمدگی است، یعنی باز داشتن و منع کردن بسیار با تأکید. و الوعید شدیدی، و همچنین تهدید و عذابی سخت است فی ترکهن، در ترک کردن نمازهای فرضای پنجگانه که انسان ترکش کند بسیار عذاب و تهدیدی وعیدی سخت برایش می باشد. خب این هست موضوع باب. اکنون در زیر این باب امام نووی رحمه الله اول برامون دو آیت تقدیم میکند، بعد از دو آیت میگذرد در قسم
حدیث ها. میگد قال الله تعالی، الله سبحانه و تعالی گفته است در سوره بقره آیت 238: حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطى. الله تبارک و تعالی میگوید پایبند باشید شما به نمازها و مخصوصا نماز عصر. ببینید الله سبحانه و تعالی اولا امر کرده است که شما پایبند مواظب باشید و محافظت کنید نمازها را، یعنی نمازها را در وقتش بخونید، و صلات الوسطی و مخصوصا نماز عصر را. در باره نماز عصر تأکیدات باز زیادتر است که انسان باید پایبند باشد به ادا کردن این نماز. این بود سوره بقره آیت 238. و دویم آیت را امام نووی رحمه الله در زیر این باب می آورد، میگد و قال تعالی، الله سبحانه و تعالی گفت سوره توبه آیت 5 است که الله میگوید فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُم. پس اگر که توبه بکنند و اقاموا الصلاة و برپا بدارند نماز را، و آتوا الزکات و اگر بدهند زکات را، پرداخت کنند زکات را، فخلوا سبیلهم پس رهایشان کنید. فخلوا سبیلهم یعنی که هوی کنید راه آنها را، یعنی که رهایشان کنید، آزادشان کنید. یا فخلوا سبیلهم یعنی که راهشان را باز دارید، یعنی آزادشان کنید برود. اگر که این کارها را انجام دادن، یکم که توبه بکنن، دویم نماز بخونند، سوم زکات را پرداخت بکنند. پس این آیت هم همچنین برای نماز خواندن است که و اقاموا الصلاة، نماز را برپا بدارند. اکنون بعد از این دو آیت امام نووی رحمه الله میگذارد در قسم حدیثا. اولین حدیث این باب حدیث 1073 کتاب ریاض الصالحین هست. میگوید که و عن ابن مسعود رضی الله عنه قال، یعنی که از ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت سألت رسول الله صلی الله علیه و سلم. ابن مسعود میگد پرسیدم رسول الله صلی الله علیه و سلم را ای الاعمال افضل، میگه گفتم کدام عمل افضل و خوبتر و بهتر است؟ قال، میگه پیغمبر گفت که الصلاة علی وقتها، یعنی که نماز در وقت خودش، نماز را در وقت خودش خواندن این افضل ترین اعمال است. یعنی نماز را قضا نکن، نماز را به تأخیر نه انداز به عذر و نماز را ترک نکن، بلکه نماز را در وقتای خودش بخوان. این افضل ترین اعمال، افضل ترین کاری بنده می باشد. قلت ثم ایو، بعد میگه گفتم که بعد از این کدام است؟ دویم درجه در کدام است؟ قال بر الوالدین. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه گفت که نیکویی کردن، احسان و خوبی کردن به پدر و مادر. پدر و مادر در خوبی کردن هم همچنین از عملهای افضل و عملهای برتر و بزرگ و بسیار پرثواب هست. قلت ثم ایو، باز میگه پرسان شدم که بعد از این چی؟ قال الجهاد فی سبیل الله. میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که جهاد کردن در راه الله، جهاد کردن هم یکی از عملهای افضل و بزرگ و پرثواب می باشد. ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم در این سه عمل در اولین جا نماز را قرار داد. حتی از جهاد در بزرگتر خواندن نماز در وقتش است. از نیکویی به پدر و مادر دیده ثوابی نماز را در وقتش خواندن زیادتر است. ببینید پیغمبر صلی الله علیه و سلم اولین نماز را در وقتش ادا کردن را گفت که بهترین عمل، افضل ترین و پر ثواب ترین عمل می باشد. این حدیث متفق علیه است که امام بخاری و مسلم روایتش کرده است. بعد از این حدیث 1074 و عن ابن عمر رضی الله عنهما قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند بنی الاسلام علی خمس، یعنی بنا شدگی هست، ساخته شدگی است اسلام بر 5 پایه.
اسلام 5 پایه دارد. این 5 پایه شد پس اسلام بنده صحیح و درست می باشد. این پایه ها کدام است؟ یکمش شهادت ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله، یعنی یکم شهادتین می باشد، یعنی یکم گواهی دادن این که نیست معبودی بر حق بجز الله و محمد صلی الله علیه و سلم بنده الله و پیغمبر الله است. بنا همین گواهی دادن، بنا همین شهادتی دادن، این یکم پایه اسلام می باشد. و دویم پایه‌اش چی است؟ و اقام الصلاتی، و دویم پایه اسلام برپا داشتن نماز است. و ایتاء الزکاتی، و سیوم پایه اسلام ایتاء الزکات است، یعنی دادن زکات، پرداخت کردن زکات است. کسی را که مالش به نصاب رسیدگی است باید زکاتش را پرداخت بکند. و چهارم پایه اسلام و حج البیتی است، یعنی که حج کردن بیت الله است. حج فریضه را در عمر یک بار انجام دادنش، این یکی از پایه های اسلام است برای کسی که تواناییش دارد. و آخرین پایه اسلام، پنجم پایه اسلام و صوم رمضان هست، یعنی روزه گرفتن ماه مبارک رمضان که هر سال یک ماه روزه گرفتن، این همچنین از پایه های اسلام می باشد. پس این اسلام مقدس از این 5 پایه ساخته شدگی است یا بنا شدگی است و تشکیل شدگی است. اگر یکی از این بناها نباشد پس اون اسلام سالم و درست نمی باشد. پس در اینجا همچنین یکی از پایه های اسلام چی بوده است؟ نماز 5 گانه را انجام دادن که هر روز 5 وقت نماز را خواندن از پایه های اسلام هست. بعد از این میگوید این حدیث متفق علیه است که این حدیث را امام بخاری و مسلم روایت کردگی هستند. بعد از این حدیث 1075، در حدیث 1075 امام نووی رحمه الله در کتاب ریاض الصالحین میگوید و عنه قال، یعنی که از ابن عمر رضی الله عنهما روایت است که گفت قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند امرت ان اقاتل الناس حتی یشهدوا ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید امر شدم که بجنگم با مردم، مبارزه ببرم با مردم، حتی یشهدوا ان لا اله الا الله، تا آن زمان را، یعنی مبارزه و جنگیدن با مردم تا کی است؟ تا اون زمانی که یشهدو گواهی میدهند، شهادتی میدهند که لا اله الا الله، نیست معبودی بر حق بجز الله، به یگانه بودن الله گواهی میدهند، و ان محمدا رسول الله، و گواهی میدهند که پیغمبر صلی الله علیه و سلم، محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر الله است. تا انا همون وقت میگه من باید بجنگم با مردم. وقتی که این گپ را که گفتن، یا که با بعدش میگه و یقیم الصلاة، و همچنین برپا بدارن نماز را، یعنی که توحیدشان باید باشد، ایمان بیارن، و یقیم الصلاة، و برپا بدارن نماز را، و یؤتوا الزکاة، و پرداخت بکنن زکات را. فاذا فعلوا ذلك، پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید پس هنگامی که انجام دادن این را، یعنی که لا اله الا الله محمد رسول الله گفتن و نمازشون خواندن و زکاتشون پرداخت کردن، پیغمبر میگوید عصموا منی دماءهم و اموالهم الا بحق الاسلامی، یعنی که محفوظ میماند از من خونهایشان و مالهایشان مگر با حق اسلام، مگر با حق اسلام مالهاشان یا خونشان رزانده می شود. اگر که کسی را قصدن قتل بکند قصاص گرفته می شود، یا مالهاش گرفته می شود اگر جریمه دینی، جریمه
بگیم شرعی در بالای اون جاری شد، مالش گرفته می شود. در غیر این میگه عصموا منی دماءهم، یعنی که اونها نگاه داشتن از من خونها و مالهایشان را، که خونشان دیگر ریزانده نمی شود مگر در قصاص و مالهاشان گرفته نمی شود مگر در دیه یا در جریمه و آن چیزهایی که شرعی هستند. و حسابهم علی الله، و باقی مانده حساب اینها بر الله جل جلاله است، که اگر یگان کاری بکند، یگان چیزی که هیچ کس نداند و پنهان بماند، دیگر حساب این بنده به الله تبارک و تعالی واگذاشته می شود. اما از خونش ریزانده می شود در اون وقتی که ثابت شود که کسی این انسان کشته است و قتل کرده است، شاهدا باشند. پس صاحب مرده اگر طلب بکند که این باید قصاص شود، باید سرش زده شود، پس سرش زده می شود. یا اگر صاحب مرده دیه طلب کند، بعد از گواه و شاهد آوردن دیه طلب کند، پس مال اون بگیم دیه اون داده می شود. در غیر این و اگر که یگان کار شود و پنهانی بماده، هیچ که نباشد و شاهد آورده نتوانند، میگه و حسابهم علی الله، حسابشان بر الله تبارک و تعالی می باشد. این حدیث متفق علیه است. این بود حدیث 1075. این حدیث را امام بخاری و امام مسلم رحمهم الله روایت کرده هستند. بعد از این حدیث 1076. حدیث 1076 را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس درس امروزه را با همین با پایان میرسانیم تا درس آینده. الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.